خیانت عجیب و باور نکردنی اسیب ساید در حق آریانا و گریه‌های جانسوز آریانا سعید. آریانا سعید اکنون در کدام کشور زندگی می کند؟ اسیب چرا آریانا سعید را ترک کرد و دوری آریانا سعید از پرده رسانه‌ها و هنر موسیقی؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید هنرمند خوش صدا، خوش قلب و مهربان کشور که شهرت و محبوبیت هنری آریانا سعید از مرزهای افغانستان عبور کرده است. آریانا سعید دوستداران و طرفداران هنر موسیقیش در افغانستان، تاجیکستان و ایران بیشمار بوده است. آریانا سعید یکی از هنرمندان افغانی است که کنسرت‌هایش به سطح بین الملل برگزار می شود. دوستداران و طرفداران صدای آریانا سعید آهنگ‌های آریانا سعید را استقبال گرم می کند. آریانا در اصل تابعیت کشور انگلستان را دارد و در سال 2008 به کارهای هنریش پرداخت و اسیب ساید مدیر برنامه‌هایش همیشه آریانا سعید را حمایت می‌کرد. این همه در حالی بود که اسیب ساید ازدواج کرده بود و از همسر اولش دارای 2 فرزند میباشد. ولی برای آریانا سعید در سال 2018 پیشنهاد ازدواج داد و آریانا با کمال میل پیشنهاد ازدواج اسیب را پذیرفت. اکنون اسیب ساید نظر به گفته‌هایی که در صفحات مجازی نشر شده است خیانت بزرگ در حق آریانا کرده است و دوباره در رابطه عاشقانه با همسر اولش می باشد و به همین خاطر اسیب به کشور کانادا سفر کرده است و آریانا در ترکیه می باشد و به همین دلیل آریانا مدت می شود دیگر آهنگ برای دوستداران و طرفداران صداش نشر نکرده است. ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند از بارگاه عزت لایزال استدعا دارم و در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از این بانوی هنرمند خواهیم بود. همراهان نازنین کانال دنیا اینفو، برای عضو شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.